آقای فرماندار همه رویاها و تصورات من دفن شده و همه دغدغه‌های من یک نوزادی شده که مبتلا به فلج مغزیه. یک بیماری هست فلج مغزی که تحت یک سری شرایط خاص به وجود میاد و یکی از دلایلش اتفاقات عین زایمانی هست که متاسفانه این دست از اتفاقات در بلوک زایمانی بیمارستان امام علی خیلی زیاد اتفاق میفته. حتی خانم تاج هم دارن همچین نوزادی، انقدر وضعشون وخیم نوزادشون که با هواپیما اصلا اجازه نمیدن. من آن زنم که جهان به بودنم ایراد میگیرد، ز من انتقام میگیرد چنان که کوروش سماد میگیرد. من آن زنم که شبم سحر می شود با جنون با سختی و از من سخت می شود هر ثانیه هزار سقم هزار سختی. توی چابهار به هیچ عنوان برای خانم ها بهایی بابت سیستم کار انجام نمیشه. من نوعی به عنوان نمیگم دکترای زنگ خطر بهداشت چابهار به صدا در اومده جناب فرماندار. بهداشت چابهار زیر خط فقر منفیه. ما واقعا اینجا کمبود داریم. بیمارستان هست ولی هیچ تجهیزاتی نداریم، یه سونوگرافی درست نداریم. زیرساخت‌های موجود برای استفاده از ظرفیت بانوان و استفاده از اونها در فضای کسب و کار شهرستان متاسفانه بسیار ضعیف هست. تا زمانی که ما نفهمیم شکاف در کجاست و چه اتفاقی برای شهر برای بانوان این منطقه میفته، متوجه نمیشیم که نیاز مردم و نیاز خود بانوان در چی هستش. دختران ما حتی نمیتونن در مقابل ازدواج اجباری صحبت کنن، حرف بزنن، انتقاد کنن. چجور توقع داریم فردا بیان مملکت ما رو بسازن؟ نبود زیرساخت‌ها برای رشد بانوان، عدم حمایت کافی از بانوان عزیز باعث شده تا بانوان ما رویاهای خودشان را در ذهنشان بمیرانند و از تکرار آرزوهایشان بیم داشته باشند و دیگر باورشان شده که حق و حقوقی ندارند. شاید بهانه حالا بگیم یا واقعا شاید برای یک خودکار، برای یک مدال و بیشترین چیز این بود که برای کرایه تاکسیشون از حالا فاصله هایی که به مدارس داشتن شاید این مبلغ میتونست یه مقداری تأمینشون کنه. فضاهای بازی کودکان ما در این شهر بی‌نهایت کمه. مورد بعدی زنان معتادی هستش که ما سر چهارراه الان دیگه میبینیم که خیلی زیاد شدن. ازش پرسیدم شما 2-3 روز غیبت داشتین؟ نبودین. گفتش من به دلیل اینکه مواد صنعتی زیاد مصرف کرده بودم و یه بچه شیرخواره داشت، مصرف مواد صنعتی باعث شده که بچه مسموم بشه. من بالای سرشون بودم زمانی که مصرف میکردن، جایی که میفروختن رفتم، متاسفانه شماره تماس میدادم و هر کار هم میکردن. در آخر ما به بنبست میخوردیم. دلیلش هم این بود که ما کمپ ترک اعتیاد برای بانوان نداشتیم. اونا اولین نیاز جامعه، اولین چیزی که ما حقمونه ندارن، اونا شناسنامه ندارن. دوباره حضوری بشه کامل خیلی برامون سخته. هر کلاسی 50 نفر، یعنی 2 تا کلر توی کلاس شاید جواب نده از بس که شلوغه و کلاس خیلی کم داریم. بزرگترین مشکل چابهار عدم آگاهیه. دوست داشتیم توی یک جمع صمیمانه خدمت شما باشیم، نظراتتون استفاده کنیم. خیلی از شما عزیزان صحبت نکردید، اما کاغذ قلم دست شماست. ما این قول به شما میدیم، این قول به شما میدیم و خدا رو شاهد میگیریم هیچ کدوم از این کاغذهای شما رو نخوانده و پاسخ نداده نداشته باشیم.